لیکن در جامعه ترمیزی آمده است که آیشه مادرمان این جاگه خوش نقل کرده. گفته است تا زمانی که ما با پیامبر همخوابه میشیدیم نه وای از من میدید نه من از وای میدیدم. این امام ترمیزی در کتاب سنن خودش آورده. خب معامله آیشه با پیامبرمان، لیکن فقهای ما همین مذهب حنفی اجازه دادن که زن اگر با دستش از مرد میساز کنه، مردک با دستش ای زن میساز کنه. خب یا اینکه مثال مردک از بگیم پیشی بری زنک بوسه کنه، اینا هیچی باقی ندارن. من زور میاد نمیتونم خیلی بفهمونم، زیرا که این سخنهایی هستن برادر عزیز که فردا اینها را گوش میکنن یگان خیری نمیاد در راستای من شخصا. لیکن من مقابل همون طرز خانه‌داری هستم که امروز برای مردم دلیل و حجت میکنن. برادرای عزیز همین شیخ سعدی یک شعر زیبا داره، میگه طیران مرغ دیدی؟ میگه وقتی مرغ در آسمان میبینی پریده سر لحظت میبری که من تری پریدم تونم. طیران مرغ دیدی؟ تو زی پایبند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. تا همین بنده شهوت نشه رنگ همون پرنده هم پرواز میکنی. یکی امروز ما همین شهوت شرانی مانن از همه بالا میدونیم. چند آدم ها وقتا قسم زنکا زنگ میزنن با آبی دیده بابای حاجی شوهر میگه که اگر همین کار نمیکنی داد نمیتونم. من چیکار کنم؟ بیننده اگه همین نخواه همین دعای زیبای نازنین به همون چیز سبیلی سرت مانه تا در دهن همون زنک نمیمودش داشته ای گمشه خطم دعاتم به همه باشم هم تری میگم این چی دعا بود است که تو بگی همین کار بکن من تو دعات میتونم. برادری عزیز و گرامی تماما به خدا در همین آدم عقل سالم داشتگی همین چیز موافق نمیشه. بعد طبیعت آدم سالم هم همین چیز برداشت کنه میتونن. اگر طبیعت سالم باشه، یکی اگر طبیعت سالم نباشه او همین دهن هر جدا زدن میگیری. برای همین ما این چیزا برادر عزیز جانبدار نیستیم هیچ کدام تا در برای اینکه یگان دلیل شرعی در همین وجود نداره. ای پیامبر، اصحاب پیامبر، از تابعین همین چیز صورت گرفته باشه نیست. سکرت حضرت اون سکرت کور حضرت خیلی سکرت که هم جوگای خوشه ما را مقصد